به نام ایزد یکتا. غزل شماره 1، دیوان لسان الغیب، خواجه حافظ شیرازی. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل. کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ، متیٰ ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. بیت نخست غزلی که خدمتون ارائه شد اصطلاحاً ملمع گفته میشه و به معنی رنگارنگ بودن یا گوناگون بودن هست از نظر لغت. هر شعری که در زبان فارسی مخصوصاً در غزل یا قصیده از دو زبان از اون استفاده بشه، برای مثال زبان فارسی و زبان عربی، به اون ملمع گفته میشه. مصرع اولش عربی هست و مصرع دوم فارسی. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. یه نوع هنرنمایی است که از جهت ساختار زبانی جناب حافظ می‌خواهد نشان بدهد چه اندازه در شیوه ساختار مهارت داره و مضمون عالی خود رو در هر قالبی که اراده کنه میتونه اون رو بریزه و اون با اون قالب عرضه کنه. معنای ظاهر کلام اینه که خطاب به ساقی می‌فرماید کاسه یا جامی از اون شراب ناب رو آماده ساز و اون رو دور بده و آن رو بنوشان به طالبان و تشنگان این شراب. و اما این که ساقی کیست؟ ساقی که حافظ از اون سخن میگه، ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد
کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند. ساقی اگر نگیم همیشه یاور و معشوق حافظ هست، میتونیم بگیم محبوب اوست. یعنی به نوعی حافظ خود رو مرهون مهربانی های ساقی میبینه و میدونه و در دیوان خودش چندین غزل ناب و نغز رو خطاب به ساقی آورده. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت. یا در جای دیگری میفرماد ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت. ساقی برخیز و درد جام را. یا در جای دیگری میفرماید چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید. چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. این بیت هم از اون شگفتی های حافظ هست که در وصف ساقی عنوان کرده. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند. یا در جای دیگری فرموده است عکس روی تو چو در آینه جام می افتاد. عکس روی تو چو در آینه جام می افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خب البته مسیر پرپیچ و خم عشق در ابتدا آسان هست، اما در میانه راه متوجه دشواری های اون راه میشی. یعنی مصرع اول میگه که صحبت از نوشیدن و نوشاندن و طلب می هست از ساقی، اما در مصرع بعد بلا فاصله که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب ابتدا کسی که وارد راه میشه، مسیر سلوک و در اون پذیرفته میشه، گویی سراسر عشق است و آسودگی خاطر و نشاط. به همین دلیل اشاره به آسانی ابتدای راه عشق داره. به نظر میاد برای پیمودن راهی خطیر و پرفراز باید از برخی دشواری ها عبور بکنه. دلیلش اینه که برای تکامل معنویت و پیمایش مسیر ممکنه آزمون هایی باشه که عبور از این آزمون ها بر صلابت و بر میزان استقامت و استحکام ایمان سالک به طور قطع و یقین اضافه میکنه. بنابراین نه تنها مؤمن و سالک راه حق نباید دلگیر و گلایه‌مند باشه، بلکه باید دشواری ها رو که در خلال راه پیش میاد یک آزمون برای خودش تلقی بکنه و باید صبر پیشه کنه. مثلی است که هر که پیل خواهد جور هندوستان کشد. در ابتدای غزل حافظ به شکلی میخواد حریفان دیگر را هم به این مسیر پرفراز و در عین حال زیبا دعوت بکنه. وقتی میگه ادر کأسن یعنی یک کاسه ای رو بچرخان و دور بده و بعد اون رو بنوشان. ناول ها یعنی اون رو بنوشان، یعنی جام می رو به گردش در بیاد، بعد یکی یکی به کسانی که طالب این
می ناب هستند به اونها بنوشان. حالا یک ارتباطی هم باید با ساقی داشته باشه. این ساقی که حافظ از اون سخن میگه کسی نیست که به سادگی هر شخص عامی یا حتی عالم بتونه با اون این گونه صحبت بکنه، این جسارت رو به خودش بده. اینم البته نکته است، آیا خواهش میکنه یا دستور میده؟ هرچی هست یک آشنایی با ساقی دارد و ساقی اون یار عزیزی است که گویی جناب حافظ مشتاق اون شراب هست. البته یک صمیمیتی هست که حافظ از ساقی به راحتی درخواست میکنه که جام شراب رو در میانه این جمع به گردش در بیاور. حتی بالاتر از آن از ساقی میخواد که می را بنوشانه تا از کیفیت و فایده آن بهره‌مند بشن. مصرع اول همونطور که اشاره شد شوق است، شور است، صمیمیت است، اما به یک باره در مصرع دوم به سراغ یادآوری مشکل ها میره. یعنی سالک راه خدا تصور نکنه که همیشه به یک حال خواهد بود. غرض ایجاد ترس و یا وحشت نیست، به نوعی بیان است، بیان پیچ و خم‌های راه. چرا که در جای دیگری فرموده ناز پرورده تنعم راه نبرد به دوست، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. یا در غزل 159 می‌فرماید نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. در جای دیگری فرموده است تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول. باز در جای دیگری فرموده است آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل، هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل. بیت دوم غزلی که خوانده شد میگه به بوی نافه‌ای که آخر سبازان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بوی نافه یعنی به امید نافه‌ای که سرانجام باد صبا از گیسوی یار و محبوب اون رو باز میکنه و عطر آن فراگیر میشه و از اون تاب و شکنی که در زلف پرپیچ معشوق افتاده سبب زیبایی شده، چه خونهایی که در دلها نیفتاده. در جاهای دیگر هم همین اصطلاح به بوی معنای همین آرزو و امید رو میده که یعنی باد صبا با وزیدنش این اتفاق رو برای ما رقم بزنه. این اشتیاق برای بهره‌مندی از زیبایی باعث شده که با شوق و ذوق فراوان ما قبول کنیم زحمات رو، خون دل بخوریم، یعنی انتظار کشیده ایم تا از آن زیبایی زلف و گیسوی یار بهره ببریم. کنار هم قرار گرفتن کلمه بو و نافه که همون ماده خوشبوست دو تا معنی رو توی ذهن میاره. اول اون معنای بوی خوش که از اون ماده مشکی رنگ که نافه باشه حاصل میشه و از نافه آهو گرفته میشه و به نوعی میتونیم بگیم مراعات نظیر هست اون بو و این ماده مشکی. اما معنی دوم اینجا مورد نظر هست، یعنی آرزو و اشتیاق و اون امید که
این هم البته توی صناعات ادبی بهش میگن ایهام، که استحضار دارید. ایهام تناسب زیبایی موجود در موج و در چین و شکن موی محبوب رو میخواد بازگو کنه. شاید زلف محبوب حافظ در برابر باد خوش صبا مقاومت میکنه و اجازه نمیده که موهای پرچین و شکن او باز بشه. اما از اون طرف اگر باد صبا موفق بشه بوی خوش گیسوی یار رو با خودش ارمغان بیاره، این سبب تسلی دل بیقرار عاشق میشه. در بیت سوم می‌فرماید مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. در منزلگاه و اقامتگاهی که متعلق به معشوق هستش خوشی و ایمنی و آسودگی ممکن نیست، چون هر لحظه ممکنه زنگ کاروان به صدا در بیاد و باید بار سفر بسته بشه و حرکت کنیم. اینکه جناب حافظ از اصطلاح منزلگاه استفاده کرده اشاره به جایگاه و مقام هست، مقامی که عاشق در اون واقع هست. می‌فرماید با آن نمی شود دل خوش بود، چون مسیر سلوک جای توقف نیست. حتی اگر اون مقام زیبا خوش و آرام هم باشه باید به فکر مرحله دیگر باشه، به جای دیگری باید فکر بکنه. توقف در یک مرحله به معنی ایستادن و ایستادن البته رکود هست. این توقف در مسیر سلوک شاید به معنی عدم اعتماد به مقصد باشه و خطرات دیگری را هم به دنبال داره. وقتی کاروان در جایی منزل میکنه، استراحت میکنه، بعد از استراحت همگی با هم حرکت میکنن. در زمان قدیم برای اینکه همه اهل کاروان متوجه زمان حرکت بشن معمولاً زنگوله به گردن شتری بود که اون شتر متعلق به سرپرست یا رئیس کاروان بود و سرپرست کاروان هر وقت که اراده میکرد برای حرکت این شتر بر میخواست و زنگوله به صدا در میامد و همه متوجه میشدن که موقع حرکت هست و هر چه زودتر باید بار و بنه را ببندند و به کاروان ملحق بشن. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگر برخلاف نظر اهل شریعت قرار باشه تو سجادت رو آلوده کنی با نوشیدن می، البته بنا به دستوری و اون دستور از ناحیه پیر و راهنمای تو باشه، این کار رو حافظ می‌فرماید انجام بده، چرا که راهنمای این مسیر از همه دشواری‌ها و شیوه‌ها و رموز راه با خبر هست، جای نگرانی نیست. اینجا جناب حافظ نقدی داره به کسانی که عرفای حقیقی رو مورد سرزنش قرار میدن یا قضاوت‌های نادرست درباره‌شون داشتن و دارن و اونا رو متهم میکنن و میکردن به عدم پایبندی به دستورات شرعی. اینجا
به اونا طعنه میزنه و میگه حتی اگر پیر طریقت تو رو به می دعوت میکنه اون رو بی پاسخ مگذار و در همون مسیر گام بگذار. بیم نداشته باش که مورد اتهام باشی. رنگین کردن سجاده و آغشتنش با می طعنه است که حافظ از دید منتقدان قشری و ظاهر بین داره عنوان میکنه و میفرماید این بدنامی رو به جان بخر، بگذار هرچی که اونها میخوان فکر کنن یا هرچی که میخوان بگن. نظیر این تعبیر رو هم در یک بیت دیگر داره، میگه چو پیر سالک عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. یا در غزل دیگر فرموده به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش. معلوم میشه که منتقدان مسیر فکری و مکتب حافظ با قشری نگری از ماهیت عشقی که سالکان راه خدا به اون وفادار هستن بیخبر بودن و در واقع درکی از اون نداشتن. تعجبی هم نداره، چرا که زاهدان نمیتونن بفهمن. میفرماید اگر این عشق و این وفاداری در مسیر الهی آلودگی و بیدینی محسوب میشه، ما به همین بیدینی خود ادامه میدیم و با ثبات قدم در راه معشوق از مسیری که به اون ایمان داریم و پایبندش هستیم دست بردار نیستیم. حتی ممکنه این راه و رسم ما به نظر شما خلاف به نظر بیاد. البته اینجا میشه با یک پاسخ کوتاه و سطحی این موضوع رو روشن کرد. اگر راه و اندیشه جناب حافظ و امثال حافظ بر حق نبود، نامش هرگز در حافظه تاریخ به زیبایی و عظمت یاد نمیشد و باقی نمیموند. اصطلاح پیر مغان هم که توی این بیت اومده در غزلهای دیگری هم از جناب حافظ به کار رفته. در اصل همون پیر می فروشان یا راهنما و به تعبیر مولانا اون طبیب الهی است، هرچند که در عصر حافظ به دلیل وجود زرتشتیان و اون احترام و جایگاهی که برای رهبران زرتشتی و موبدان قائل بودند از اصطلاح پیر مغان استفاده میکنه. مغ همون روحانی زرتشتی رو میگفتن، ولی همه میدونن که حافظ زرتشتی نبوده است و منظورش همون پیر طریقت هست. به هر حال شرایط راه میفرماید سخته، تاریکی و شب و بیم غرق شدن در دریا. آنها که آسود دل هستن و از خطرات بیخبر هستن، میگه حال ما رو نمیتونن درک بکنن. سعدی میفرماید ای برادر ما به گرداب اندریم، وان که شنعت میکند بر ساحل است. شنعت یعنی سرزنش و نیش و کنایه زدن. در بیت پنجم همین غزلی که داریم راجع به صحبت میکنیم میفرماید همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. کارم از خودکامی به رسوایی و زشت نامی کشیده، رازی که در میان مردم سرانجام بر سر زبانها خواهد افتاد و تمام خلق از اون با خبر خواهند شد، پنهان نمیمونه. سرانجام حقانیت ما بر همه آشکار خواهد شد. از این بابت دغدغه و نگرانی نیست.
در بیت آخر می‌فرماید حضوری گر همی خواهی، از او غافل مشو حافظ متی ما تلق من تهوی، دع دنیا و اهملها. در این بیت آخر هم باز اون تبحر خودش رو نشون داده و یک بیت ملمع گفته. اگر در پی فراغ دل و آسودگی خاطر هستی، از یاد دوست غافل نشو. غافل نبودن از یاد معشوق یعنی حضور قلب در همه جا و همه حال. و برای اینکه این حضور قلب برات ممکن باشه باید از پرداختن به دنیا رها بشی. پرداختن به دنیا به معنی این نیست که کار دنیا رو کلاً تعطیل بکنیم، بلکه به مفهوم عدم دلبستگی است، عدم وابستگی به دنیاست که اون وابستگی و دلبستگی انسان را از مسیر اصلی ممکنه غافل بکنه. چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و خانه و فرزند و زن. غزل شماره 1 به پایان رسید. همه شما بزرگواران را تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم.